دوستان عزیز سلام علیکم. با شما در یک برای یک بیزنسی اویلوی بیزنسی مایداچا گپ میزنم که نهایت سیر درآمد است. این در تاجیکستان کدامی من خونده نمیشنم قروت تایور کرده شده است. قروت وزن خالصش 25 گرم بوده است. 5 دونه قروت 6 سومونی. آفرین به همین آدمی که همین کار رو تشکیل کرده است. 6 سومونی قروت 25 گرمش اکنون 100 گرمش 24 سومونی، 1 کیلوش 240 سومونی می شود. فکر کنید چقدر بیزنس زور. همین رو نه تنها قروت تمامی میوه رو کرده می شود. پیسته رو، چهارمغز رو، بادام رو، زردآلو رو، انگور رو، موز رو، دل خود چیزی که خواهید همین در تاجیکستان کرده می شود. من به شما یک راهی بیزنس مایدا اوپاکوفکا کرده خوشرو مرا میاد. اوپاکوفکاش چه خوشرو است. станокаш رو میگیرد و هوایش رو گرفتگی است. دیدید من هم دوره نزدیک این یک راهی بیزنس قروت نویسندگی قروت سردار بود است. کدام باشد سردار قروت классический из коровьего молока здоровый перекус. اگر در راه این در заправка ایستادگی است در فروش. اگر در راه رفتنی باشد دو سه دونه از این میگیرید گوشت مونده یک تاشو در دهن میمونه مکیده رفتن میگیره. بهترین بیزنس در پناه خدا باشد. خدا نگهبانشون باشد و کدام معقول باشد. اگر یک لایک مونه